اینجا دوشنبه در موج رادیوی تاجیکستان. اینجا دوشنبه. اینجا دوشنبه، پایتخت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. اینجا دوشنبه. اینجا دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان. از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان. شخصا خودم به پیری و بیماری پی در پی خود نگاه نکرده وعده می‌دهم که تا زنده‌ام و به قدری که میتوانم در ادای این وظیفه مقدس خدمت میکنم. دوستان عزیز، صنعتگران ماهر تئاتر درامایی تاجیکستان، اگرچه حالت صحت در سالهای آخرین مانع است که حضوراً با شما کار و گفتگو کنم، اما دلم و روحم مثل پیشتر با شما. از پیشرفت‌های شما صمیمانه خرسند می‌شوم. با سلام و احترام، لاهوتی شما. زندگانی می کند تاجیک در بام جهان، سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان. از سری بام جهان نظاره دنیا می کنیم، دوستی را بر همه پیوسته القا می کنیم. در میان ایرقا فرقی دیگر باقی نماند، ایدهای دوستی یک جای برپا می کنیم. در سال 1920 در انقلاب بخارا زنهای بسیاری بی‌واسطه اشتراک نموده برای از ظلم ستم آزاد نمودن خلق حتی در جنگ‌ها اشتراک کردند. یکی از این زنهای مبارز پرآبرز فیروزه سلامت جهانگیر و می باشد که بی‌واسطه به انقلاب بخارا اشتراک نموده در استحکامیت حاکمیت سویتی در بخارا و در تاجیکستان جانبازه ها نشان داده است. آدم
آدمی عادیم شنو آدم، بهر بخت و سعادتت شب و روز، هرچه آمد ز دست من کردم، پیر گشتم نمیخورم افسوس، که جوانی خیش بخشیدم. بدیارم که او جوان گردد، تشنه لب بودم و بکوشیدم، آب در جوی او روان گردد. مهربانی کردند که درباره آفریده شدن رامن شورا چند دقیقه به واسطه رادیو برآمد کنم. از التفات دوستان ممنونم، ولی این کاریست یک قدر دشوار. اولا از نقل چطور آفریدن اثر دیده گاهی می شود که آفریدن خودی وی آسان تر. ثانیاً برای کسی قدرت کوتاه بیانی داشته هم به تنگنای دقیقه ها جای نمودن چنین نقل همچون بیان آفریده شدن رمنی که در ظرف چندین سال نوشته شده است امری است خیلی محال. دره کمراب، دره سبز و خرم کمراب، می فریبد نظر به پیچ و تاب. چار سو باره های رنگارنگ، رستند ارچه ها ز پهلوی سنگ. خلق تاجیک ما ظلم دیده ستمکش بود، اما دانستن در کار بود که به هر حال من میخواستم برای خودم روشن کنم که آیا اونقدر سرفکنده و زبون بود که به مقابل ظالمان خودش مقابلت کرده نمیتونست یا حتی نمیخواست مقابلت کند. اون غیرت و شهامت که از قدیم در خلق ما بوده است نخود تماما از بین رفته باشد. شورش واسع نشان داد که حال برعکس این است. خلق اونقدر هم زبون و فرمان بردار و سرفکنده نبوده است. در شورش واسع این چیز دقت مرا جلب کرد. مهنت آزاد خانه‌های ما را آباد و دسترخوان‌های ما را پرناز و نعمت می‌گردانند. از اتفاق توانایی مهنت و حاصل صلح و امانی تمتنه می‌کند. بخت و سعادت در وطن بزرگ ما چهره می‌گشاید و مقیمی هر شهر و دیهات هر خانه و در می‌گردد. داستانی آتش. وحش ای دریای پر احسانی من، هستی من اول و انجامی من. یک زمانی خورد بودم ناتوان، تو کلام بودی چو دریای کلام. بازی می کردم بروی سنگی تو، ریگ ساحل های طلا رنگی تو. روزها اندر میانی خاک و آب، می دویدم یافتم تا آب و تاب. نیم ساعت پیش لایق در صحنه کلوب کلان کلخاز شعر خواند. مردم به شعرهای او و شعرخوانی او کفکوبی ها کردند. با وجود آن برگشته به جای خود نشست و به سوی من خم شده گفت: لیکن هزار زور زنیم هم شعر محمود برین خوانده نمیتوانیم. از همراه ما نبودن محمود جان واحدوف افسوس خوردن لایق طبیعی است. تا من ز تو ای چرخ فلک کام نگیرم، از سوختن و ساختن آرام نگیرم. بس با دل روشن بفروزم دل شبها، تا دامن صبح ز پی شام نگیرم. گویند به نوع گذرد عمر دو روزه، گویند به نوع گذرد عمر دو روزه، عمری که به نوع گذرد نام نگیرم. مجسمه عینی خلق همچون پیکره و پیکره چون خلق خیست. کوه خارا پیکره در هیکل بیدار شد، روی او بر سوی ما و روی ما بر سوی اوست. خلق در تمثال عینی خلق مین بردار شد.
هیکلی او را به حکم هیکلی فرهنگ بین. ننگ را در سنگ بین و سنگ را در ننگ بین. هر کی او را دید اگر فردوسی نادیده دید. بار رستم را هنوز از رخش ناافتیده دید. آمدن رستم به نخچیرگاه. ز گفتار دهقان یک داستان بپیوندم از گفته باستان. ز موبد بر این گونه برداشت یاد که رستم یک روز از بامداد غمی بود دلش ساز نخجیر کرد. کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. سوی مرز توران چو بنهاد روی چو شیر دژآگاه نخجیر جوی. حولی درون صالح بای. 4 سمت حولی از خانه های گچکاری و ایوان های بلند نقش و کندکاری، صفه های با قالین و گلیم های قیمت بها و با کرپچه های اطلس و شاهی پهن کرده شده عبارت بودند. تمامی درخت و گل و بوته ها مغجه هایشان را کشاده حولی را فرا گرفتند. کتابخانه سمیناری دینی در یکی از شهرهای ایتالیا. مانتانیلی در پسیستان خود مشغول کار بوده. هر طور باشد در تاقچه های کتابخانه کتابی را جستجو میکرد. کاتب مانتانیلی در آمده می آید. از طرف راست حولی خالنسا خاله، از طرف چپ حولی همراه بیبی خاله. 40 سال باز آنها با همدیگر همسایه می باشند. حولی آنها را یک میان دیواری پستکک از هم جدا کند هم، لیکن برای به حولی یک دیگر گذشتن در خردی شنانده شده است. سالهای 1039 1042 اساسگذاری سلاله سلجوقیان اتابک طغرلبک به سرزمین تبرستان دست اصطلاح دراز می نماید. در یک مدت کوتاه به وی میسر می شود که شهرهای نیشاپور، گرگان، شیراز، همدان، کوهستان و اصفهان را ضبط نماید. نسیم بهار می وزید. صدای شرشره آب با آواز بلبلان آمیخته به گوش می رسید. در کنار جوی زمین کشزاری بود و در آن زمین یک جوان 20 ساله در دستش کلند مشغول کشت و کار بود. نثر بدیعی در ادبیات تاجیک تاریخ بسی قدیم دارد. سنبادنامه ظهیری از جمله آثار گرانبهای ادبیات گذشته ماست. نام پره مؤلف اثر محمد ابن علی ابن محمد ابن حسن ظهیری کاتب سمرقندی بوده. حیات او در عصر 12 جریان یافته است. شنوندگان محترم، حالا از این نمونه زیبای نثر بدیعی چند حکایت را به دقت شما می رسانیم. عبدالقادر منیازف می خواند. برای نصحت ناظران و فسحت خاطران کتابی گلستان را توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دستی تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند. دوری که در او آمدن و رفتن ماست، آن را نه نهایت نه بدایت پیداست. کس هیچ نگفتن زمانی راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. اشیا ارزی خیال دیدن بود است، اسما هم افسانه شنیدن بود است. این جمله ز خود برون دویدن بود است، انسان گشتن و خود رسیدن بود است. اینجا دوشنبه.
پرترکان عزیز، امشب من به شما عکای و اوکا نام حکایه ارکن صدیقوف را گفته می دهم. اینجا دوشنبه گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شاهنامه این کاخ بیگزند نظم نه تنها نامه شاهان عجم و میدان نبردهای آنان، بلکه مصدر وطن پرستی، عدل و داد و صلح و صلاح است. جوانان رمه‌های خود را رانده تا تیغه‌های کوه به چرا برده بودند. مردان میان سال جفت بسته جاهای هموار دره را که در آن جاها به مرور زمان در بارش برف و باران با گذشتن سیلاب به قدر نیم گز خاک به هم رسیده بود می راندند و برای کشتی تیاری می دیدند. این خانه ز خشت کهنه انداختم، در وی جشن زیرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمری جوانی به چه ره باختم. از بازی که من بعد از قلم گرفته به قطار نویسندگان سویتی در آمدم، نیت داشتم که خاطرات و یادداشت‌های خود را تحریر نموده به خوانندگان، خصوصاً به بچگان و جوانان پیشکش نمایم. زرگر و مردمی آن، راست رو، راست گوی، راست شنو، از پندهای اجدادی. ابله از بام افتاد، گردن دانا شکست، از متایبات. در دهه امان دختر بسیار، حتی بعضی آنها پیر دختر شدند. از پند و نصیحت‌های تو پدرشان برآمده نتوانسته، عمری جوانی اشان را بیهوده گذرانده ایستادند. یگیت‌ها باشند سالهای سال کار میکنند و بعضن گرفتن زورشان نمیرسد. تو کمپیر قلنگیری رو در نظر داریده. خیر، چه علاج؟ این را من نبرآوردم. از پدر و باباهایمان ارواحشان نرنجد ماندگی. اما تو و پسرت انا همین عادتمان را تگی پا کردید. یعنی یک دختری شهری را آورده با آغوش پسرت انداختی. من میدانستم که از دهنی تو سخنهای درست نمیبراید. شنوندگان عزیز، حالا احیانم حکایه دلاوری مرزا را در قرائت خیرالله ابراهیم شنوید. من او را می شناسم. شبهای پیشین هم به خوابم می در آمد و از دیدنش سراپای پیکرم می لرزید. نمی توانم تصمیم بگیرم از ترس بود یا از نفرت. و بعدها عادت کردم به صورت زشتی و گویا شبهی پیری فرتوت می آمد و از هستی خیش درک می داد. خاکی وطن است تخت سلیمان خوشتر، خاری وطن از لاله و ریحان خوشتر. یوسف کی به مصر پادشاهی می کرد، ای کاش گدا بودی به کنعان خوشتر. السلام علیکم هموطنان عزیز. به توجه شما برنامه خاکی وطن. اینجا دوشنبه
برنامه‌مان را از سلسله رادیو تئاتر سر می‌کنیم. حالا به دقت شما رادیو سپکتاکل ولی و آسیرا از روی پیس دراماتورگ میخائیل وارفولمئیف تقدیم می‌کنیم.